تو عمرش انقدر فابریک نخورد. دوباره فابریکه. روح من همین. خدا. برای گوشه شما کابل 400 رو ببینین تو سکو عفاری این داره پرس شده. شما دو تا پرس رو ببینید. این پرس حرفه‌ای با این دستگاه حرفه‌ای با نفر حرفه‌ای غیر حرفه‌ای و بسیار ناایمه. باعث داغ شدن کاف شد و ویتینگ 25 ساعته که ما اینه تمش کرد. کابل دومه؟ خوبه. خوبه آجی؟ نه یه ذره جلو سمت من. همون که شلده شده بود. خوبه. بیا. حالا میتونی تولید مدام کنی؟ نگهش میره. شکل خورده بود. اون کابلی که خراب شده بود و ما با میساژ کردیم. بله. اینجاش یه ذره چی که هست؟ نه این کمی بیرون. نه بالا. اونجا رو ضربه زده بود. اون از قبل ضربه خورده بود. دست من. یعنی نو نیست. اوکی. This is all one. آیه طیبی اوکیه؟